قلب‌های خود را می‌گشاییم و چشمان خود را به سوی خداوند برمی‌افرازیم و با روح فروتنی و خضوع از پروردگار مهربان و خالق عزیز و پدر آسمانی تمنا می‌کنیم که در این ساعت رحمت و فیض خود را بر ما آشکار سازد و با ما سخن بگوید. پس بیایید اول به خطایا و گناهان خود، به اشتباهات و خودخواهی‌هامون، به غرور و طمع و به ظلم و ستمی که مرتکب شده ایم، به افکار پلیدی که در فکر پرورانده ایم، نزد خداوند اعتراف کنیم و توبه کنیم. بیایید آنچه که باعث دوری ما از خداوند شده و آنچه که سبب شده که خدا روی خود را از ما برگرداند را از خود دور سازیم و سپس از او طلب کنیم که در این ساعت با ما سخن بگوید و با عطا کردن روح القدسش وجود ما را مسخر کرده و از آن خود بگرداند تا در اراده او و نه در خواست خود این زندگی را به سر بیاوریم. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه‌ای از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، حقجویان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید دل خود را مشتاق شنیدن کلام خدا کرده و در فیض او زندگی کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را به فصل 9 از رساله حضرت پولس رسول به رومیان معطوف می‌کنیم و از آیه 14 دنباله آیات را غذای روح و روان خود می‌گردانیم. ازتون دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به این قسمت از کلام خدا بگشایید تا با یکدیگر در آیات تفکر و تعمق کرده و فیض خدا را و برکات سماویش را در این ساعت نصیب خود کنیم. اگر شما از عزیزانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید و خودتون خواهان این هستید که کلام را داشته باشید و آن را مطالعه کنید، ازتون میخوام که حتما برای ما نامه بنویسید تا این عطیه آسمانی رو براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان برنامه مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض میکنم که رساله پولس رسول به رومیان عمیق ترین رساله در عالم بشریت است و بدون شک اگر توجه کنیم متوجه خواهیم شد که حضرت پولس در این رساله به تمام سوالهایی که در رابطه با نجات انسان و طرز به دست آوردن بخشش خدا و حیات ابدی و هر سوال دیگری که در فکر حقجویان راه خدا پیش می آید اشاره میکنه و پاسخ آن را نیز برامون بازگو می نماید. در فصلهای گذشته او ابتدا ما را به خودمون می شناسانه. در واقع یک آینه ای رو در برابر ما قرار میده، یعنی نور خدا، کلام خدا، تا بتونیم درونمون رو، هستی و ذاتمون رو بشناسیم. مقام و موقعیت ما را از دیدگاه خدا به ما نشان میدهد و به خوبی پی میبریم که چگونه امروز انسان در ذات گناه‌آلود خود اسیر شده. من اسیر گناه هستم و شما نیز. و سپس راهی را که خدا برای آزادی انسانها از گناه مهیا کرده و یگانه راه نجات آدمی می باشه که انسان میتونه به وسیله آن حقیقتاً بخشش خدا را نصیب خود ساخته و حیات جاودان را به دست بیاورد نشون میده و ثابت میکنه که آدمی هرگز به وسیله قدرت و حکمت و توانایی خود قادر به نجات و رهایی خود از گناه نمی باشد و حتی ثابت میکنه آنانی که دلشون خوشه که چون قانونهای مذهبی رو انجام میدن لاجرم نجات را پیدا کردن، و آنها ثابت میکنه که آنها هم در اشتباه هستند، زیرا که شریعت خدا و رسومات مذهبی عامل نجات بشر نشده و نمی شود. برعکس عواملی هستند که انسانها را متوجه نیاز بشر به خدا و بخشش گناهان میکنه. عواملی هستند که به ما نشان میده که چقدر از خدا دور شدیم و بایستی
به حضور خدا بیاییم. از فصل 9 او توجه ما را در مورد برگزینش قوم یهود جلب میکنه، زیرا یهودیان که تا آن زمان یگانه قوم یکتاپرست بودن، از اینکه میشنیدن حضرت پولس داره میگه که غیر یهودیان به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح از یهودیا جلو افتادن، بسیار خشمناک میشدن. به غیرتشون برمیخورد که چطور ممکنه این افراد بت پرست که 7 جدشون در بت پرستی بوده، حالا یه دفعه از آنها در نزد خدا عزیزتر باشن. چطور ممکنه این افرادی که تا به حال انسانها را زنده در برابر بت میسوزانیدن، حالا آنها از ما یهودیان که از نسل ابراهیم هستیم و صاحب شریعت و کتاب میباشیم از ما بالاتر باشن؟ ولی پولس نشان میده که یهودی‌ها اگرچه از نسل ابراهیم هستند و صاحب قانون و شریعت و مذهب میباشند و یکتاپرستند، اما این قوم بت پرست به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح نه فقط در نزد خدا برابر با قوم یهود، بلکه بالاتر از آن هستند. چرا؟ چون قوم بت پرست وقتی پیغام خدا را شنیدند تسلیم آن شده و از آن پیروی کردند. پولس رسول از آیه 14 میخواد به این سوالهایی که در فکر افراد مذهبی پیش اومده بود پاسخ بده و ثابت میکنه که خدا از آن جهت غیر یهودیان را پذیرفته که آنها به او ایمان آورده و از او اطاعت میکنند، زیرا ایمان باعث نجات انسانها میباشد و نه شریعت و رسومات مذهبی. او که میدانست یهودیان از آنچه که تا به حال فرموده است بسیار ناراحت و خشمگین شده، ابتدا آنان را دعوت به آرامش میکنه و میفرماید نباید در قضاوت مخصوصا درباره کارهای خدا شتابکار باشیم، چیزی که متاسفانه نه فقط یهودیان بلکه همه ما نیز همان روش را امروز طی میکنیم. یعنی به جای اینکه بنده تسلیم شده به خدا باشیم، بیشتر وقتا ای عزیزان، من شما دانسته یا ندانسته به خاطر مسائل زندگی و اتفاقاتی که برامون میافتد خدا را، خالق خود را مورد مؤاخذه و سوال قرار میدهیم. رسول خدا توجه ما را به تاریخ مبذول میکنه تا ثابت کنه که خدا هیچ وقت بی‌انصافی نمیکند. خدا هیچ وقت بی‌انصافی نمیکند و آنچه که بر سر ما میآید و یا آنچه که خدا اجازه میدهد در زندگی ما به وقوع بپیوندد از روی بی‌انصافی خدا نمی باشه و نباید هیچ وقت در مورد رحمت و خوبی خدا شک بکنیم، بلکه برعکس، اگر بلایی هست، اگر بدبختی نصیبمون میشه، علتش رو بایستی در اعمال خودمون، در ذاتمون، در نوع فکرمون پیدا کنیم و نه در بی‌انصافی خدا، زیرا خدا از بی‌انصافی مبراست. او خدای محبت و مهربانه. پس از اینکه در 13 آیه اول به ما ثابت میکنه که خدا صاحب اختیار تام است و مطابق ارادهش نقشه خیش را عملی میسازد، از آیه 14 اینطور میگوید: پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بی انصافی است؟ حاشا، زیرا به موسی میگوید رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم. لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده. زیرا کتاب تورات به فرعون میگوید که برای همین تو را برانگیختم تا قوم خود را و تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود. بنابراین خدا هر که را میخواهد رحم میکند. زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟ نه، بلکه تو ای انسان، تو کیستی که با خدا معارضه میکنی؟ آیا مصنوع بستانه میگوید که چرا مرا چنین ساختی؟ آیا کوزه‌گر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیر ظرفی عزیز و ظرف ذلیل بسازد؟ اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خیش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود به حلم بسیار متحمل گردید و تا دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمتی که آنها را از قبل مهیا نمود و آنها را نیز دعوت فرموده، یعنی ما نه از یهود فقط بلکه از امتها نیز
پس ای انسان تو کیستی که با خدا معارضه میکنی؟ در آیه 9 حضرت پولس درباره صاحب اختیار کل خدا و حق برگزینش و انتخاب و چرخانیدن زندگی بشر مطالب بسیار مهمی رو بازگو میکنه که اجازه میخوام تفسیر این آیات را به زبان ساده براتون بیان کنم. حضرت پولس سوال میکنه که آیا فکر میکنید حالا که گفتم این بت پرستان که توبه کردن و ایمان آوردن حتی از یهودیان که صاحب شریعت هستن بهترن چون که مطیع کلام خدا هستن، فکر میکنید خدا از روی بی‌انصافی این عمل را کرده؟ مسلماً که نه. ولی چرا پولس این سوال را میکنه؟ به خاطر اینکه یهودیان خود را برتر از دیگر امتها میدانستند و در نتیجه خود را شایسته لطف بیشتری از خدا میدانستند. میگفتن چون که ما صاحب کتابیم بنابراین ما برتری بر سایر امتها داریم. و همچنین دوستان به خاطر اینکه امروز نیز بسیاری از مردم مذهبی و متدین وقتی متوجه میشن که خدا به افرادی که ظاهرا لیاقت عنایت نداشتن نظر لطف کرده و بیشتر از خودشون از خدا فیض دریافت کردن، عدل خدا را، انصاف خدا را با سوالهای خودشون مورد شک و تردید قرار میدن و میگن که خدایا چرا به من این کار را نکردی؟ خدایا چرا چنین مقامی رو به من ندادی که از صبح تا شب دعا و نماز میخوام، از بچگی تا حالا تمام عمرم را در عبادت و روزه و مذهبداری به سر آوردم، ولی این شخص اون فلانیه قاتل بوده، آدم کشته، زناکار بوده، ولی تو خدای برکتش دادی. چرا چنین مقامی رو به من ندادی و در عوض فلان مقام و جاه و عزت رو به فلان کس دادی که اصلا لیاقتش رو نداره؟ ای خدا چرا این کارو کردی؟ و دوستان عزیز باید بگم که من و شما هم بدون شک این نوع سوالها رو از خدا کرده ایم. اتفاقا زبان زد همه ما شده که خدا چرا این کارو میکنی؟ چرا اینطور کردی؟ دوستان این نوع سوالها به طور غیر مستقیم نه فقط صحبت از عدم اعتماد به انصاف و عدل خداییه، بلکه در حقیقت داریم خدا را به خاطر کاری که کرده مورد مؤاخذه قرار میدهیم. و میدانم که همه ما این سوال را از خدا پرسیدیم. چرا؟ چون طبیعت ما، ذات ما خدا را به بی‌عدالتی و بی‌انصافی متهم میکنه، چون گناهکاریم. هرچند زباناً میگیم که خداوند خدای عادله، شاید روزی 100 بار بگیم خدا رحمان و رحیمه و خدا عادل منصفه و غیره، اما در عمل و در باطن در وقتی که در موقعیت‌های مشکل و حساس زندگی قرار میگیریم با سوالهایی که میکنیم خدا را به بی‌انصافی متهم میسازیم. حالا پولس سوال میکنه، میپرسه، میگه که آیا خیال میکنید خدا از روی بی‌انصافی عمل کرده؟ و در پاسخ میگه هرگز، هرگز خدا هیچ وقت بی‌انصاف نیست. و سپس برای اثبات مقام و اختیار و قدرت خدا و اراده و انصاف او نمونه از تاریخ می آورد و می گوید خدا به موسی گفت اگر بخواهم با کسی مهربان باشم خواهم بود و اگر بخوام به کسی رحم بکنم رحم خواهم کرد. به زبان دیگه حضرت پولس میگه ای انسانی که به داوری خدا، به انصاف خدا شک داری، ای انسان که به لطف خدا مشکوکی ولی به داوری و قضاوت انسانها مشکوک نیستی، چه خیال کردی؟ لطف و برکت و فیض خدا به کسانی عطا می شود که خود خدا اراده می کند و هرگز خدا به خواهش یا کوشش مردم اراده خود را به اون صورت تغییر نمیده. خدا برده خواست مردم نمی باشد. حضرت پولس انسان را به هیچ بودن و بی ارزش بودنش می کشانه و می گوید تو هیچ کاری انسان و هیچ حق هم نداری که سربالا از خدا سوال بکنی. آره ای انسان مواظب باش که چگونه در مورد خدا فکر میکنی. سپس چند نمونه دیگر می آورد. از آیه 17 از پادشاه مصر یعنی فرعون صحبت میکنه، میگه که خدا به او گفت که سلطنت مصر را از آن جهت به فرعون دادم تا قدرت عظیم خودم را بر علیه او نشان بده و تمام دنیا از نام پر عظمت خدا با خبر شوند. در آیه 18 میفرماید که خدا به بعضی ها رحم میکنه فقط و فقط به این دلیل که دلش میخواد و خود او بعضی را ناموتی و سرسخت میگردانه. البته هدف پولس اینه که به یهودی ها ثابت کنه که علت برگزینش قوم یهود به عنوان قوم خدا فقط و فقط
لطف خدا بوده و نباید حالا ایراد بگیرن و یا خدا را به بی‌انصافی متهم کنن که چرا سایر امتها را هم مورد لطف و رحمت خودش قرار داده و آنها را تقریباً با یهودی ها یکی و یا مساوی ساخته و چه بسا برتر. رسول خدا می‌دانست که یهودیان فوراً این سوال را خواهند کرد که حالا اگر اینطوره، اگر سرنوشت بشر را خدا اینطور تعیین کرده، پس چرا خدا از مردم برای کارهایی که میکنن ایراد میگیرن؟ مگر نه اینکه آنها مطابق خواست خدا عمل نمیکنن؟ چون که به هر حال باید میگیم که مطابق این آیات رسول خدا میگه خدا اینها رو اینطور درست کرده، سرنوشتشون رو معین کرده از قبل، پس دیگه چرا خدا بایستی از ما ایراد بگیره؟ پولس رسول در جواب این سوالی که خیلی از شما هم کردید دوستان عزیز و در حقیقت سوالی است که غالب وقتا ما هم از خودمون میپرسیم، اینطور میگه سوال اصلی چیزی دیگریه. ای انسان، فراموش کردی که تو کی هستی که از خدا داری اینطور ایراد میگیری؟ میفرماید ما بشر حق ایراد گرفتن از خدا رو نداریم. و دوستان عزیز، در زندگی روزمره بدون اینکه متوجه باشید، باور کنید بارها و بارها از خدا ایراد گرفته اید. نه فقط شما، من هم ایراد گرفتم و من شرمنده در درگاه خدا هستم و باید بگویم ایرادهای ما از خدا دال بر حماقت ما می کند. بله دوستان، ایرادهای ما از خدا نشان حماقت ماست. هر وقتی که من و شما میگیم خدایا چرا، به طور مستقیم یا غیر مستقیم داریم از خدا ایراد میگیریم. و حضرت پولس میفرماید این غلطه. آیا درسته که مخلوق به خالق خودش بگه که چرا مثلا مرا اینطور آفریدی و بعد برای اثبات این واقعیت مثالی می آورد؟ میگوید وقتی شخصی از گل ظرفی رو درست میکنه، آیا حق نداره که از این یک تکه گل یا یک ظرف گلدان بسیار زیبایی درست کنه و یا از همان تکه گل یک آشغالدانی رو درست کنه؟ مسلماً که حق داره. چرا؟ چون صاحب اختیار تامه. میگوید به همون طور هم خدا حق داره خشم و قدرت خودش رو بر ضد کسانی نشون بده که شایسته نابودی هستن. آن هم کسانی که خدا در تمام این مدت متحمل گناهانشون شده. دقت کنید، خیلی مهمه دوستان. میگوید خدا حق داره خشم و قدرت خود را بر ضد کسانی نشان بدهد که شایسته نابودی هستند. مخصوصا کسانی که خدا در تمام این مدت متحمل خطاهاشون شده و به همان نفع دوستان عزیز خدا اراده میکنه و حق هم داره که ما را قبلا برای جلال خود برگزینه، به حضور خودش دعوت کنه، هم یهودی و هم غیر یهود. یعنی یهودیان نباید از اینکه خدا اراده فرموده که بت پرستان و به قول خودشون کافران و نجسان را مورد عنایت خود قرار بدهد ایراد بگیرن و یا انتقاد کنن. و عزیزان، این موضوع بایستی در خور توجه ما نیز باشه، چون که بدبختانه در اجتماع ما تبعیض نژادی وجود داره. ممکن نه از رنگ و نژاد و زبان، بلکه به خاطر مذهب تبعیض نژادی هست. مثلا در دانشگاه‌ها فقط گروه خاصی میتونن وارد بشن و یا بایستی فلان مذهب را داشته باشی تا بتونی کارمند دولت باشی و غیر و غیره. فراموش نکنی که مقامی که خداوند به انسان‌ها عطا کرده عزیزه و اینکه همه ما از یک خداییم. پس اگه من و شما نفاق به وجود می آوریم، ایراد می گیریم و به برتری بودن خودمون می بالیم، بدانیم که گناه کردیم. از آیه 25 حضرت پولس برای اثبات مطالبش از تورات مقدس نیز نقل قول میکنه و میگوید چنان که هوشه هم میگوید آنانی را که قوم من نبودند قوم خود خواهم خواند و او را که دوست نداشتم محبوبه خود. و در جایی به ایشان گفته شد که شما قوم من نیستید، در آنجا پسران خدای حی خوانده خواهند شد. و اشعیا نیز در حق اسرائیل ندا می کند که هرچند عدد بنی اسرائیل مانند ریگ دریا باشد، لکن بقیه نجات خواهند یافت. زیرا خداوند کلام خود را تمام و منقطع ساخت، بر زمین به عمل خواهد آورد. و چنان که اشعیا پیش اخبار نمود که اگر رب الجنود برای ما نسلی نمیگذارد، هر آینه مثل سدوم می شدیم و مانند قموره می گشتیم. در آیه 25 پولس رسول
به خوانندگان مذهبی خود که در آن زمان همه یهودی بودند روی می‌کند و می‌گوید که خود خدا در کتاب تورات به وسیله هوشع نبی فرمود که فرزندان دیگری را برای خود اختیار می‌کند که مقصود همان برگزینش افراد به عنوان قوم خاص خود و این افراد غیر یهودی خواهند بود. مقصود آیه 26 این است که خدا کافرهایی که قبلا درباره آنها فرموده بود که شما قوم من نیستید، حالا آنها را به اسم جدیدی میشناساند، یعنی فرزندان خدای زنده. چرا؟ چون توبه میکنند و ایمان میآورند و از خدا پیروی میکنند و در نتیجه خدا آنها را به مقام شایستگی فرزندخواندگی خیش میپذیرد. در آیه 27 از اشعیا پیغمبر در مورد بی‌وفایی یهودیان، آن هم در زمانی که قوم خاص خدا محسوب میشدند، نقل قول میکنه و میگوید که حضرت اشعیا نبی گفت حتی اگر قوم اسرائیل به اندازه دانه‌های شن کنار دریا زیاده باشند، از این قوم فقط تعداد کمی نجات پیدا میکنند، زیرا خداوند به سرعت و از روی انصاف به حساب مردم دنیا خواهد رسید. در آیه 29 دوباره از اشعیا پیغمبر نقل قول میکنه و میگه اگر خدا به یهودیان ترحم نمیکرد تمامشون هلاک میشدند، درست همونطوری که اهالی شهرهای سدوم و عموره هلاک شدند. اگر خدا به یهودیان ترحم نمیکرد همشون نابود شده بودند. بنابراین زنده بودنشون نشان ترحم خدا بوده. حالا پولس این آیات را از تورات نقل میکنه تا دو موضوع بسیار مهم رو ثابت کنه. اول اینکه یهودیان با اینکه صاحب کتاب و شریعت خدا بودند و با اینکه قوم خاص خدا و یگان امت یکتاپرست بودند و تمام پیامبران از نسل یهود بوده، آنها نباید به خاطر این الطاف الهی مغرور باشند، بلکه باید بدانند که این فقط و فقط از روی رحمت خدا بوده است. و دوم، آنانی را که کافر و نجس و بیدین و لامذهب می‌دانستند، حالا توسط فیض خدا در عیسی مسیح، همون لطف خدا بلکه بیشتر از آن که به یهودیان داده بود دریافت می‌کنند. زیرا غیر یهودیان یا بت پرستان به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح خداوند از یهودیان جلو افتادند. آیه 30 به این نتیجه میرسد و ثابت می‌کند که برگزیدگان خدا فقط یهود نیستند، بلکه همه کسانی که ایمان به عیسی مسیح می‌آورند و در جاپای او قدم برداشته و از او پیروی می‌کنند، قوم واقعی خدا محسوب می‌شوند. به طوری که می‌فرماید پس چه گوییم؟ امت‌هایی که در پی عدالت نرفتند عدالت را حاصل نمودند، یعنی عدالتی که از ایمان است. لکن اسرائیل که در پی شریعت عدالت می‌رفتند به شریعت به عدالت نرسیدند. از چه سبب؟ از این جهت که نه از راه ایمان بلکه از راه اعمال شریعت آن را طلبیدند، زیرا که سنگ مصادم لغزش خوردند، چنان که مکتوب است که اینک در صیحون سنگ مصادم و صخره لغزش می نهم و هر که بر او ایمان آورد خجل نخواهد کردی. حضرت پولس سوال میکنه، میگوید از این مطالب حالا چه نتیجه میگیریم؟ و خودش بعد جواب را میده که خدا به غیر یهودیان حالا فرصت بسیار عالی داده است تا با اینکه در گذشته بت پرست بودند، با اینکه کافر بودند، با اینکه گناه کردند، با اینکه از خدا دور بودند و در جستجوی خدا نبودند، حالا به وسیله ایمان بیگناه شناخته شده مورد قبول خدا قرار بگیرند. ولی یهودیان که اینقدر مذهبی بودند و سعی کردند به وسیله شریعت و رسومات دینی مقبول پسند خدا گردند، هرگز موفق نشدند که در نظر خدا عادل محسوب شوند. دلیل چیه؟ چرا؟ به این خاطر که یهودیان به جای اینکه برای پاک و بیگناه شدنشون در نظر خدا به ایمان و اعتماد توکل کنند، ایمان را مسیر زندگی و راه و روش خود قرار بدن، سعی کردن فقط شریعت را رعایت کنند. سعی کردن آدمای خوبی باشن، سعی کردن آدمای مذهبی باشن و به همین دلیل هم بود که به وسیله آن سنگ لغزش بزرگ از بین رفتن، سقوط کردند. و خدا قبلا در تورات درباره این موضوع با آنها اخطار فرموده بود که در سر راه یهودیان یک سنگ گذاشتم
که بسیاری از روی آن لغزش می‌خورند، که البته مقصود از سنگ مصادم همان عیسی مسیح میباشه که خیلی یهودی‌ها حاضر به قبول و پذیرفتن او نشدند و در نتیجه عذاب الهی را در آخرت نصیب خود کردند. ولی کسانی که به او ایمان آوردند هرگز از ایمان خود پشیمان و خجل زده نخواهند شد، زیرا مسیح زنده است و تا ابدالآباد به حضور مسیح بوده و با او زندگی خواهند کرد. دوستان عزیز، شاید شما شخصی باشید که اهمیت به دین و مذهب ندهید و یا از مذهب سیر شدید. کاری به خدا ندارید و میگید که بابا ولم کن، این چیزا برای من نیست. و یا شاید شخصی باشید که میدانید نمیتوانید مطیع تمام رسومات مذهبی باشید. ممکنه خود را برتر از هر نژاد و طایفه دیگر بدانید و حتی به جدتون افتخار کنید، به کارهاتون، به مذهبی بودنتون، به دانشتون در مورد دین. حضرت پولس میگه که اینها در درگاه خدا هیچ ارزشی ندارد، سنار هم نمیارزد. آنچه که شما لازم دارید ایمان و تسلیم شدن به خداست، ایمان به خداوند و به منجی او و اطاعت از او و اجازه دادن به اینکه اراده خدا در زندگیتون عملی بشه که در این صورت نجات خواهید یافت. خدا کند امروز تسلیم مسیح زنده بشید و با ایمان بر او تکیه کنید و زندگیت را به دست او بسپارید تا حیات جاودان را نصیب خود کنید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.